با درود دیگر به شما زیبانی و شان سرواد مهرآفرین، آموزه های مهرآفرین، پرداختن به پالایش زبان پوره تاجیکی از ناویژگی ها. در بخش دوم به شما نوید دادیم که ما در همکنون با پوزش من چشمم را این نور میزند. در بخش دوم ما به شما نوید دادیم که پیرامون ولایت گفتگو میکنیم. من از دولت مردان گرانمهر تاجیکیان و فرهنگیان و اندیشمندان و روشنگران یا زیایی ها خواهشمندم که نخستین کاری که میخواهند بکنن این واژه ولایت را اینو وردارن. ما امروز در بخش بندی شهرهای امریکا اینو از استیت یا استانهای سرزمین آریان و ایران کهن اینو بهره میبرند و خود ما در سرزمین سپند تاجیکستان که مهرآفرین اون رو گاهواره زبان پارسی، منش پارسی و فرهنگ پارسی از اون رو ولایت به کار میبرن برای به جای استان. این واژه ولایت واژه ناخوشایندی هست، ناتاجیکانه هست و بسیار دردمند، چرا که ولایت همون گونه که میدونید این سلسله تسلسل سلطه اعراب پس از 10400 سال هست که اینها هنگامی که خاک ما را میگرفتند ولی اون میشدند و مردم میشدند موالی. یعنی ما هنگامی که میگوییم ولایت فلانجا، که من زبانم نمیگردد بگویم ولایت نام سپند تاجیکستان، باید این مردم اونجا هم موالی هستن. موالی هم یک چیزی جز دارایی محسوب می شود، به مانند به هر حال دارایی اونجا. و مردم موالی مردمی هستند که برد صفت هستند و اینها را به هر گونه که خواستن سرنوشتشون رو تعیین میکنن. ما هنگامی که میگیم دولت تاجیکستان، بیگمان برای بخشبندی این سرزمین ما از استان بایستی بهره بگیریم، از بخش به جای ناحیه، از استان به جای ولایت. هنگامی که ما از ولایت سخن میگیم، من اینو اگر باز کنم بسیار شاید به جاهایی کشیده بشه که دوستان ما در شگفت بمانند که ما چرا زودتر این کارو نکردیم. من خواهش میکنم که سخنان من را بکاوید. اگر این سخنها درست بود، بیدرنگ نام ولایت رو وردارید. ولایت چیز قشنگی نیست، حکومت چیز قشنگی نیست. حکومت هنگامی که یک دولت شد حکومت، مردم اون میشن محکوم، چرا که اون حکمیت و حکومت میکنن، مردم هم لال و گنگ بایستی تبعیت کنن. هنگامی که شد ولی و ولایت، مردم اونجا میشن موالی. موالی هم بروید در کتاب‌های گذشته بخوانید به چی میگن موالی؟ به حشم و گوسفند و گاو و دارایی و زمین و زراعی، اینها میگن موالی. موالی است که یک والی دارد. پس من خواهشمندم که نخستین کاری که دولت فرهمند تاجیکیان میخواهد انجام دهد، نام این ولایت ها را وردارد، برای اینکه مردم تاجیکستان مردم هستند، موالی نیستند، و نام استان را جایگزین اون بکنند که بسیار بسیار فرهمند هست. استیتی که هست در امریکا هست استان، آستان، در آستان جانان، که همکنون در قزاقستان ما شهر آستانه هم داریم و این آستان بسیار بسیار چمهای گوناگونی دارند. استان که ما میتونیم به اونها بپردازیم. این پیشنهادی است که از سوی من گفت. به هر حال یادتون باشد که مهرآفرین کارش خوشنود کردن شما نیست، من کارم روشن کردن هست. کسانی که میخوان مردم خوشنود کنن، اونها یک جا که سیاست باشن سیاسن، یک جا باید گریه کنن، یک جا باید دلقک باشن. ما آرمانمون، اندیشمون، هدفمون کاملا روشن هست. مهرآفرینی است به جای کین آفرینی. ما شایسته این هستیم که باز هم به چیستی خودمان برگردیم. نمیخوایم از کسی بالاتر باشیم. چرا در سرزمین سده 21
مادر شهروندی جهان بایستی که دچار گرفتاری های مالی، فکری و تزلزل باشه. این سخنی هست که هنگامی که ما میکاویم به یک نقطه میرسیم و اون نقطه از مدار خارج شدن فرهنگ چیستی و کیستی و منش هست. تا گفتمان دیگر و بخش دیگر که ما میپردازیم به جایگزینی واژه‌های پارسی پوره تاجیکی به جای واژه‌های بیگانه، شما را به عشا و عشق میسپارم با امید پیروزی تک تک شما. عشق بر شما ارزانی باد. بدرود.